داروخونه کوچیک و مردی که ادعا می‌کرد تنها هدفش کمک به مردمه. اما هرچی بیشتر با اون آشنا می شدند رازهای عجیبتری از زندگیش آشکار می شد، از ارتباط با اجنه تا داروهایی که از دنیای دیگه‌ای اومدند. درود، به کانال مرداب خوش اومدید. قبل از شروع حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. داستان امروز از طرف آقا احمده. بریم و داستان رو از زبون خودش بشنویم. یه روز بدون هیچ خبری یه نفر توی روستای ما ظاهر شد. این آدم خیلی آروم و مرتب بود و یه مغازه توی بازار گرفت. بازار روستای ما خیلی کوچیک و ساده بود. مردم همه بهش نگاه می‌کردند و کنجکاو بودند. وقتی ازش پرسیدیم اینجا میخوای چی باز کنی یا از کجا اومدی یا از کدوم قبیله و عشیره‌ای، چون اینجا یه روستای عشیره‌ای بود و همه تقریباً فامیل بودند، اون گفت من از فلان شهر اومدم، خانواده‌ام یه مشکلی دارند و منو ترک کردند. من یه داروسازم و اومدم اینجا تا به شما کمک کنم و الانم میخوام یه داروخانه باز کنم. بهش گفتیم باشه، حالا داستانتو تعریف کن. اونم داستانشو تعریف کرد ولی خیلی مختصر گفت. برادرم و یه نفر کشته بود. پدرم ازم خواست که منم انتقام بگیرم و کسی که برادرم رو کشته بود بکشم، ولی من قبول نکردم چون نمیخواستم دستم به خون آلوده بشه. پدرم گفت یا میکشی یا دیگه من تو رو نمیشناسم. منم خونوادم رو ترک کردم. پدرم گفت هر جا ببینمت خونت پای خودته، برای همین اومدم اینجا، چون روستای شما خیلی از خونه و آشناهای من دوره. میخوام اینجا زندگی و به شما کمک کنم. اگه نمیخواین من باشم مشکلی نیست، من دنبال دردسری نیستم. همه چیز رو ول میکنم و میرم سراغ کار خودم. ما ازش پرسیدیم این مغازه رو کی بهت داده؟ گفت فلانی. و واقعا یه نفر با این اسم توی روستای ما بود که کارای بازار رو مدیریت میکرد. ما هم تصمیم گرفتیم که کمکش کنیم. بهش میگفتیم محمد حکیم. بعد از اینکه داروخونه رو باز کرد اتفاقات عجیبی افتاد. ما دیگه نیازی نداشتیم که به درمانگاه بریم. هر وقت میرفتیم پیشش و دارو میخواستیم، نه تنها داروی مورد نظر ما رو میداد، بلکه یه داروی دیگه هم میداد و میگفت اینم ببر، برای خودت یا یکی از افراد خونت لازم میشه. وقتی ازش میپرسیدیم چرا، با صراحت جواب میداد شما فلان بیماری رو دارید. به مرور همه مردم روستا عاشقش شدند و فقط پیش اون برای درمان میرفتند. آدم خیلی آرومی بود، ولی یه روز یه مرد از پیشش بیرون اومد. یکی از اهالی روستا گفت این مرد یه کلاهبرداره، یه ساحره یا حتی یه جادوگر. ما ازش پرسیدیم چرا این حرفو میزنه. اون گفت یه بار دارویی که بهم داد رو برای همسرم بردم و دادم بخوره، اما همسرم بعد از خوردن اون دارو دچار تشنج شد. این همون دارویی بود که اون به من داده بود و من اصرار دارم که این موضوع تقصیر اونه. اون مرد جواب داد همسر شما تسخیر شده بود، این دارو هیچ ربطی به حال اون نداشت. مشکل همسر شما یه چیز دیگه است. حرفای اون باعث شد همه توجه ها بهش جلب بشه. مردم از خودشون میپرسیدند چطور ممکنه این آدم بدونه که همسر اون مرد تسخیر شده. حتی خود شوهر همسرش هم که هر روز باهاش زندگی میکرد چیزی نمیدونست. این چطور تونسته بفهمه؟ توی روستای ما زنا خیلی کم از خونه بیرون می اومدند، اون هم فقط در موارد ضروری. بنابراین این سوال بیشتر ذهن‌ها رو درگیر کرده بود. بعد از این ماجرا مردم دیگه‌ای که از اون دارو گرفته بودند شروع کردند به سوال کردن. چرا وقتی پیشت میایم یه دارو به همون میدی و میگی که این بیماری هم داریم؟
اون مرد جواب داد وقتی دارو بهتون میدم نه ازتون پولی خواستم نه چیزی طلب کردم، من فقط میخوام کمکتون کنم. ما پرسیدیم چرا این کارو میکنی؟ اون گفت من یه استعدادی دارم که وقتی به کسی نگاه میکنم میفهمم مشکلش چیه و به چه دارویی نیاز داره. اولش کسی زیاد به این حرفا اهمیت نمیداد، ولی بعد از مدتی اتفاقات عجیب بیشتری افتاد. یه شب مادر بزرگ من حالش خیلی بد بود و نیاز فوری به دارو داشت. مجبور شدم شبونه به در خونه اون مرد برم. خونه‌ای که اون توش زندگی می‌کرد یه خونه متروکه بود. این خونه مدت‌ها بود که کسی توش زندگی نمی‌کرد، چون مردم روستا معتقد بودند این خونه جن زده است. مردم میگفتند هر کسی که شب از کنار اون خونه رد شده صدای عجیب و غریبی شنیده. حتی گاهی اگه دیر وقت جلوی در خونه وای میستادی صدای پا میشنیدی، انگار کسی پشت در ایستاده یا در رو تکون میده. چند بار سعی کرده بودیم وارد خونه بشیم، هرچند در بسته بود، ولی از حصار بیرونی وارد می شدیم. هیچ وقت چیزی پیدا نمی کردیم، ولی گاهی چراغ‌های عجیبی توی خونه روشن و خاموش می شدند. هیچ کس نمی دونست اون چطور تونسته بود این خونه رو اجاره کنه. وقتی ازش پرسیدیم گفت صاحب خونه پیش من اومد برای درمان و بعد از اون من خونش رو اجاره کردم. ولی ما می دونستیم که صاحب خونه سالها پیش از روستا رفته بود. اون شب وقتی در خونش رو زدم سریع در رو باز کرد. با دیدن من گفت صبر کن، میدونم که اومدی برای دارو. بعد از اون من و اون با هم توی خیابون راه افتادیم. ساعت تقریباً 11 شب بود و همه مردم روستا خواب بودند. وقتی با هم قدم می زدیم شروع کرد به صحبت کردن و گفت میدونم مریضت کیه و مشکلت چیه. ازش پرسیدم چطور میدونی؟ جواب داد میتونی اسمش رو بذاری یه هدیه از طرف خدا. ازش پرسیدم چرا این داروها رو فقط به من میدی و به بقیه نمیدی؟ گفت این یه حکمته که من دارم. همینطور صحبت میکرد و من بحث رو به مسائل دینی کشوندم. ناگهان شروع کرد به سرفه کردن. روی زمین افتاد و گفت بس کن مرد، ادامه نده. چرا این ماجرا رو بزرگ میکنی؟ اومدی دارو بگیری، خب بگیر و برو. بالاخره وارد داروخونه شدیم. البته من اسمش رو داروخونه جنا گذاشته بودم، ولی روی درش نوشته بود داروخانه شفا. البته نوشته ها خیلی محو و ناخوانا بودند. وارد شدیم و اون شروع کرد به گشتن بین داروها. داروهای زیادی آورد و روی میز گذاشت. این کار رو ادامه میداد تا اینکه یه لحظه سر جاش وایساد، رو به دیوار ایستاد و شروع کرد به گفتن کلماتی که من اصلا نمیفهمیدم. یه چیزایی میگفت که خیلی عجیب بود. من سر جام خشکم زده بود، نمیدونستم باید چی کار کنم. حالتش کاملا غیر عادی بود. وقتی حرفاش تموم شد برگشت به سمت من. چشماش به شکلی باز شده بودند که اصلا خوشایند نبود و یه جورایی هم ترسناک شده بود. مستقیم زل زده بود بهم. گفتم حالت خوبه؟ چی شده؟ چرا اینجوری بهم نگاه میکنی؟ ولی اون هیچ جوابی نمیداد، فقط همونطور بهم زل زده بود. ناگهان حس کردم یه نفر محکم به شونه من کوبید. ضربه خیلی شدیدی بود. از شدت ضربه برگشتم و صورتم به سمت بیرون داروخونه قرار گرفت، طوری که دیگه نمیتونستم پشت سرمو ببینم. بعد صدای اونو شنیدم که گفت چرا اون طرفو نگاه میکنی؟ بیا داروتو بگیر و برو. من دارو رو گرفتم، ولی تمام بدنم داشت میلرزید. وقتی داشتم داروها رو جمع میکردم یکی از شیشه های دارو از دستم افتاد و شکست. اون یه شیشه دیگه بهم داد و گفت حالت خوبه؟ گفتم آره خوبم. بعد از اینکه داروها رو گرفتم سریع از اونجا خارج شدم، ولی نمیتونستم جلوی ترسمو بگیرم. یکم دورتر وایسادم و شروع کردم به نگاه کردن به داروخونه.
منتظر بودم ببینم که اون درو میبنده یا نه، اما درو نبست و چراغارم خاموش نکرد. همینطور که نگاه میکردم دیدم اون رفت پشت یه پرده که توی داروخونه کشیده بود. اونجا رو برای کارهایی مثل بخیه زدن یا رسیدگی به زخما استفاده میکرد. خیلی کار بلد بود و چند تا کارم توی همون داروخونه انجام میداد. وقتی رفت پشت پرده نزدیکتر شدم. هیچ کس توی بازار نبود و همه مغازه ها بسته بودند. یه لحظه دیدم کسی پشت پرده باهاشه، ولی مطمئن بودم که وقتی من اونجا بودم هیچ کس وارد داروخونه نشده بود. بازارم که کلن خالی بود. برای اینکه صدا ایجاد کنم دارویی که دستم بود رو روی زمین انداختم. بعد نزدیکتر شدم. درست کنار داروخونه ایستادم و از گوشه چشم به داخل نگاه کردم. چند بار نگاه کردم و دوباره سرمو برگردوندم. واقعاً یه نفر اونجا بود. همین که داشتم دقت می کردم یه چیز سیاه بین پاهای من حرکت کرد. به محض اینکه اون چیز حرکت کرد با صدای بلند جیغ کشیدم. اون مرد سریع پرده رو کنار زد و به من خیره شد. اون گفت اینجا چی کار میکنی؟ چرا داری منو زیر نظر میگیری؟ گفتم نه اینطور نیست، ولی فهمیدم که نمیتونم بهش دروغ بگم، چون خیلی خوب همه چیز رو میفهمید. هر وقت پیشش میرفتی برای یه بیماری خاص دارو میخواستی، یه داروی دیگه هم بهت میداد و میگفت اگه خوب نشدی برگرد تا یه راه دیگه پیدا کنم، حتی پولتم پس میدم. و همیشه هم کارش درست بود. اونجا بهش گفتم، ولی بعد گفتم باشه یه دارو میخوام، سرم خیلی درد میکنه. با لبخند گفت خوب نمیشی، ولی باشه. بعد دارو رو به من داد و گفت دارو رو بگیر و راه بیفت، یادت نره ببریش برای مادر بزرگت. دارو رو گرفتم و با تمام سرعت شروع کردم به دویدن. از ترس حتی یه لحظم پشت سرم و نگاه نکردم تا رسیدم خونه. حالم اصلا عادی نبود. همه کسایی که توی خونه بودند جمع شدند و داستان رو براشون تعریف کردم. صبح روز بعد همه مردم روستا از ماجرا با خبر شده بودند. گفتم که همه با هم فامیل بودیم. وقتی از خونه بیرون رفتم همه به من نگاه می‌کردند و در موردش حرف می‌زدند. نمیدونم چطور، ولی وقتی نشسته بودم اون مرد رو دیدم که بالای سرم ایستاده و گفت یه کاری باهات دارم، بلند شو بیا. باهاش رفتم و پرسیدم چی میخوای؟ اون گفت چطور همچین حرفایی رو درباره من میزنی؟ از کجا این چیزا رو در آوردی؟ گربه سیاه و اون زنی که دیدی اینا رو از کجا آوردی؟ من گفتم من فقط میخواستم بدونم چرا دیشب اونجوری بودی. اون گفت من تنها نبودم، داشتم داروخونه رو مرتب میکردم که وقتی برمیگردم همه چیز مرتب و منظم باشه. در همین حین من و اون توی داروخونش بودیم. پرده‌ای که همیشه اونجا کشیده بود بسته بود. این پرده تقریباً شفاف بود و میشد پشتش رو دید. یه لحظه حس کردم یه نفر پشت پرده ایستاده و داره نگاه میکنه. من بهش نگاه کردم و اونم مستقیم به من نگاه میکرد. وقتی بیشتر دقت کردم پرده رو کنار زدم و دیدم یه زن اونجا وایساده. صورتش پوشیده شده بود ولی چشماش دیده میشد. چشماش خیلی عجیب و غریب بودند، کاملا آبی و بدون هیچ سیاهی. اون زن کاملا ترسناک بود و لباس مشکی پوشیده بود. ازش پرسیدم این زن کیه؟ چرا اینجاست؟ ناگهان یه ضربه محکم به صورتم خورد. نمیدونستم از کجا اومده بود. از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم دیدم توی داروخونم و در بسته است. اون مرد کنارم نشسته بود و گفت گوش کن، من میذارم بری، ولی درباره چیزی که دیدی یا شنیدی حرف نزن. این موضوع توی دلت نگه دار و با کسی در میون نذار. من ترسیده بودم و بهش گفتم نمیتونم قول بهت بدم، ولی فقط بهم بگو که چی شده. کنجکاوی داشت منو میکشت. اون گفت این ماجرا خیلی بزرگتر از چیزیه که تو بتونی بفهمی. یادت باشه من نمیخوام به شما آسیبی برسونم، من فقط اومدم تا اینجا بهتون کمک کنم.
از اون لحظه بهش قول دادم که چیزی نگم. وقتی داشتم میرفتم از من تشکر کرد و رفتارش تا آخرین لحظه مؤدبانه بود. منم از اونجا بیرون اومدم و دیگه چیزی نگفتم. اما داستانی که برام اتفاق افتاده بود دائم توی ذهنم میچرخید و اون ضربه‌ای که به صورتم خورده بود هنوز نمیدونستم از کجا اومده. اونقدر شدید بود که بیهوش شدم. بعد از اون ماجرا کم کم رابطم با اون مرد نزدیکتر شد. رابطمون به دوستی قوی تبدیل شد و من اغلب به داروخونش میرفتم و کنارش میشستم. هر وقت چیزی لازم داشت فقط به من میگفت و من انجام میدادم. یه روز منو به خونش دعوت کرد برای شام، اما دعوتش خیلی عجیب بود. نه مثل زمانی که ما معمولا شام میخوریم. ما معمولا ساعت 7 یا 8 شام میخوردیم و نهایتا ساعت 9 میخوابیدیم. ولی اون مرد منو ساعت 10 شب دعوت کرد. وقتی وارد خونش شدم بوی خوبی توی هوا پیچیده بود. یه بوی غذایی که تا حالا به عمرم به مشامم نرسیده بود. با اینکه میدونستم اون مجرده، اما همه چیز توی خونش عجیب و غریب بود. به من گفت اینجا بشین، 2 دقیقه دیگه میام. بعد رفت. من آروم صداش کردم ولی جوابی نداد. چون میدونستم تنهاست تصمیم گرفتم برم و دنبالش بگردم ببینم کجاست. خونش بزرگ نبود ولی میدونستم که آشپزخونش کجاست، چون وقتی وارد شدیم 2 تا در بود. یکی به سالن میرفت، یکی دیگه ته راهرو بود. شروع کردم به قدم زدن و صداش زدم ولی جوابی نشنیدم. وقتی به آشپزخونه رسیدم ناگهان با صدای بلند فریاد زد نیا اینجا، برگرد. نمیدونم چطور فهمید من اونجا بودم، ولی از ترس شروع کردم به دویدن و قلبم داشت به شدت میزد. وقتی به عقب برگشتم دیدم بالای سرم ایستاده و گفت فکر کردی داری چی کار میکنی؟ چطور جرأت کردی دنبالم بیای؟ پرسیدم چرا؟ اون فقط خندید و گفت من تنها نیستم، من با همسرم اینجا زندگی میکنم. گفتم همسرت؟ خب چرا نگفتی متأهلی؟ اون جواب داد موضوع نمیفهمی، این چیزیه که از درک تو خارجه. من حتی بچه هامم با همن ولی اونا رو هم نمیبینی. بعدش به من گفت همینجا بمون، اگه خواستی دستشویی بری به من بگو ولی دستشویی رو بدون اجازه من استفاده نکن. رفتارش خیلی عجیب بود. اینطور صحبت ها اصلاً به عادت ها و سنت های ما نمیخورد. بعد از مدتی غذا رو آورد، نشستیم و با هم غذا رو خوردیم. اما غذایی که آورد خیلی عجیب بود. هر چی میخوردم سیر نمیشدم. انگار معدم هیچ وقت پر نمیشه. اون مرتب ظرفم و دوباره پر میکرد. من میخوردم و دوباره پر میکرد. حتی حس کردم که گلوم دیگه درد گرفته ولی بازم معدم خالی بود. بعد از چند بار پر کردن ظرف بهش گفتم باید برم دستشویی. واقعا نیازی به دستشویی رفتن نداشتم ولی میخواستم بیشتر در مورد این خونه عجیب بفهمم. وارد دستشویی شدم. به ظاهر دستشویی کاملا عادی بود، اما هر چند لحظه یه بار از پشت در میپرسید تموم شد؟ میخوای بیای بیرون؟ وقتی بیرون اومدم دیدم پشت در ایستاده، انگار منتظر بود. گفتم چرا اینجا مثل نگهبان ایستادی؟ خندید و گفت شوخی نکن، بیا بیرون. وقتی بیرون اومدم بهش گفتم رفتارت خیلی عجیبه، همه چیز تو و خونت غیر عادیه. اون گفت من تو رو اینجا دعوت کردم چون میخواستم باهات یه سری صحبت بکنم. گفت میخوام درباره یه چیزی باهات صحبت کنم تا این ماجرا رو توی روستا پخش نکنی. حتی همسرم هم به من گفته که باهات صحبت کنم. گفتم باشه، من چیزی نمیگم. از دستشویی بیرون اومدم و با هم به سالن رفتیم. اون توی همه کارا به من کمک میکنه، حتی توی درمان شما. من مات و مبهوت بهش نگاه میکردم و گفتم تو با یه جن ازدواج کردی؟ این زندگیته؟ اینجا نشستی و زندگی میکنی؟ اگه راست میگی چرا قصر نداری؟
اون گفت یعنی باور نمی کنی؟ گفتم نه، اصلاً باور نمی کنم. گفت باشه، بچه ها رو صدا می کنم تا بیان. صدای زنی از داخل خونه شنیدم که باهاش صحبت می کرد، ولی نمیتونستم مطمئن باشم که اون زن جن بود یا نه. بعد از مدتی 5 گربه سیاه وارد اتاق شدند. وقتی اونا رو دیدم فهمیدم که واقعاً پای جن وسطه. گربه ها خیلی عادی وارد شدند و جلوی ما نشستند. اون به یکی از گربه ها اشاره کرد و گفت بیا جلو. وقتی گربه نزدیکتر شد من شروع کردم به جیغ زدن. اون گفت هیچی نمیخواد بهت بگه، فقط میخواد سلام کنه. از ظاهرش خوشت نمیاد؟ من گفتم نه اصلاً. اون دستشو روی صورتم بالا آورد و چیزی گفت. ناگهان دنیا دور سرم چرخید. دیدم زمین زیر پام پر از چیزای کوچیکی شبیه کرماییه که دارن حرکت میکنند. بعد از چند لحظه همه چیز عادی شد و زمین مثل قبل به نظر می رسید. وقتی سرمو بالا آوردم جلوی خودم بچه‌هایی دیدم که خیلی زیبا و مرتب بودند. موهای طلایی داشتند و ظاهر عجیب ولی جذاب. بعد به زنش گفت بیا داخل. اون زنی که قبلا توی داروخونه دیده بودم وارد شد. همون زن با چشم‌های عجیب و غریب مثل دفعه قبل. این زن یه موجود کاملا سیاه به نظر می رسید، اما چیزی که خیلی توجهمو جلب کرد پاهای خیلی بلند و ناخونای سیاهش بود. دستاش 4 انگشت داشت، نه 5 تا. من از ترس نمیتونستم به صورتش نگاه کنم. بهش خیره شدم و از اون پرسیدم این همون کسیه که بهت کمک میکنه؟ اون گفت آره، اون دکتره. پرسیدم تو چطور باهاش آشنا شدی؟ جواب داد وقتی تو جاهای خالی و متروکه میرفتیم و قرآن میخوندم یه روز به سراغم اومد و گفت که منو دوست داره و میخواد باهام باشه. اون اول به این شکل نبود، شکل دیگه ای داشت، اما من این شکلشو بیشتر دوست دارم. اون مسلمونه و از روزی که باهاش عهد بستم تصمیم گرفتم دیگه با هیچ انسانی ازدواج نکنم. بعد ادامه داد من اصلا داستانیو که به شما گفتم درباره پدر و مادرم و کشته شدن کسی همش دروغ بود. حقیقت اینه که پدر و مادرم به من فشار می آوردن که ازدواج کنم. میخواستن من با فلان دختر ازدواج کنم، اما من با این زن جن عهد کردم که هیچ وقت کسی غیر از اون رو به همسری نگیرم. برای همین اونو با خودم اینجا آوردم. به خانواده‌م هم گفتم که قصد سفر دارم. بعد از مدتی هم برمیگردم. ولی واقعیت این بود که زندگیمو اینجا شروع کردم. سر کار یا هر جای دیگه اون کنارم بود. بهش گفتم این ماجرا از نظر دینی چطوره؟ بعضیا میگن حرومه و بعضیا میگن مشکلی نداره. اون گفت تو نباید توی این چیزا دخالت کنی. من اینو بهت گفتم که بدونی و مشکلی برات پیش نیاد. ممکنه یه روز اونو خونوادش بیاند و بهت سر بزنن. اگه بیان و آمادگی نداشته باشی ممکنه اوضاع برات خیلی بد بشه. فقط به این خاطر که مسلمون هستند و نباید بری و این ماجرا رو برای کسی تعریف کنی. وقتی از خونش بیرون اومدم پاهام به سختی حرکت میکرد. بالاخره رسیدم خونمون و تصمیم گرفتم این رازو پیش خودم نگه دارم. اما یه روز از روی اشتباه ماجرا رو برای کسی تعریف کردم. گفتم من با چشمای خودم دیدم اون یه جن بود با بچه‌هاش که به شکل گربه‌های سیاه وارد شدند و بعداً تغییر شکل دادند. همین که این حرفو زدم سرم شروع کرد به درد گرفتن و حس کردم چیز عجیبی توی فضا اتفاق افتاده. صدایی از پشت سرمون شنیدم، انگار که در خورده بود به هم. وقتی برگشتم دیدم هیچ کس نیست، فقط بچه‌ها بیرون از خونه مشغول بازی بودند و ظاهراً در رو ضربه زده بودند، اما مطمئن نبودم. اون شب از ترس به خونه برگشتم و به سختی خوابیدم. فردای اون شب دیر وقت ساعت 10 شب در خونمون زده شد.
برادرم که از من کوچیکتر بود در رو باز کرد و گفت یکی بیرون کارت داره. پرسیدم کیه؟ گفت اون داروسازه است. وقتی بیرون رفتم اون مرد رو دیدم که با زنش ایستاده بود. زنش گفت ما با تو چه قراری گذاشته بودیم؟ همون لحظه حس کردم که کسی منو از پشت گرفت و به زمین انداخت. وقتی به هوش اومدم دیدم سرم پانسمان شده و روی زمین افتادم. ازشون پرسیدم چی شده؟ گفتند محمد حکیم سر تو رو باندپیچی کرد چون روی زمین افتاده بودی و سرت خونریزی داشت. اون مرد منو نگاه کرد و گفت بهت گفتم اونا دوباره بهت سر میزنند، بهتره که این موضوع رها کنی. بعد از اون اتفاق مدتی سکوت کردم و با هیچ کس دربارش حرفی نزدم. اما یه شب ناگهان محمد حکیم و همه چیزهایی که به اون مربوط بود ناپدید شد. داروخونه‌شم خالی بود و هیچ اثری ازش باقی نموند. انگار توی شب غیب شده بود. از اون روز به بعد داروخونه جنها به یک معمای حل نشدنی تبدیل شد. تا امروز هم کسی نمیدونه اون چی شد یا کجا رفت. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگه از این ویدیو لذت بردید این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب و نظرات خودتون رو درباره ویدیوها برامون کامنت کنید. رفیقی چو کردار بد پست نیست که جز در بدی با تو هم دست نیست. خدا یار و نگهدارتون باشه.